ولا دنیا بزخرفها فتنت، به زیب و زینت دنیا مفتون نمی شدی. ولا الهاک عنه عنیق روض ولا خضر بربربه کلفت. اگر طعم علم را می چشیدی، مزه حلوای علم را می چشیدی، تو را باغهای زیبا، باغهای این دنیا، رنگ و روی باغهای سبز و منوری دنیا تو را مشغول نمی کرد. ولا خضر بربربه کلفت. خضر یعنی زنهای زیبا. بربربه اصلا ربرب گفته پاده گاوها را میگویند، گاوهای وحشی را میگویند. اینجا زنهای زیبا را به پاده گاوهای وحشی مانند کردند. یعنی دخترهای زیبای زیاد تو را مشغول نمیکرد. اگر طعم علم را میچشیدی، از قفای زیب و زینت دنیا که یکی از زیب و زینت این دنیا دختران و زنهای زیبای این دنیا هست، اینها توی مشغول نمی کرد. گفتم ببینید اگر انسان یک عاشق یک دختر شود، دیگه نه محبت پدر و مادر، نه اطاعت آنها، نه احترام استاد، نه مسجد، نه نماز، دیگه همه چی یک طرف میگذارد. مصنف میگه که اگر تو از حلوای علم میچشیدی، طعم علم را میچشیدی، قدر علم را میدانستی، از پس این دخترهای دنیا و از پس زیب و زینت دنیا مشغول نمی شدی. بنابراین برادرای عزیز، مصنف رحمت الله علیه گفتند که اگر طعم علم را و لذت علم را می چشیدی، تو را هوای نفست و زیب و زینت این دنیا و زنهای زیبای این دنیا تو را از علم مشغول نمی کرد. گفتند